مردم چه بیرحم شدن. این سگ تا دیروز نگهبانی خونه رو میداد، حالا نگاه کن خودشون رفتن تو خونه تو سرما، در بیانصافه روی بستن، پشت در مونده. بازم نگاه کنین همینجا واساده، هر کارش کردن اونجا غذا براش ریختن، حالا خدا کنه بخوره. چه دنیای شده، کجا داریم ما میریم؟ رو زمینی که صدای ناله حیوانات به آسمان نمیرسد و حیوانات همش خوارترن. دیگه میخوای بارونی بباره، قحطی بره، ظلم ریشه کن بشه. تا موقعی ما ظلم به حیوانات میکنیم سر ما 100 برابر بدتر میاد. عزیز دل، خوشگل خانم، بودی بیا. چه ناز نشست. برو غذاتو بخور. با اینکه بیرونش هم کرده در خونه صاحبش با مثل چقدر صدا میده که کسی نزدیک خونهش نشه. ای دا. دا. چرا هر کی با معرفت از انسان، از حیوان، هر چی با معرفته باید همیشه بر ضلالت باشه، باید همیشه چوب صافیشو بخوره. عشقی به مولا.